و امیدوارم که اگر یک روزی عالی چوپان بازنشسته شد یا توانش به ادامه نرسید، عالی چوپانی به وجود بیاد از بین شما که بتونه به تنهایی بدون اینکه تکانی، فدراسیونی، مسئولی حتی به پیشوازش بیاد همونجور که میبینید یا پشتیبانش باشه، به عشق ایران، به عشق مردم ایران، به عشق مرزش، به عشق خاکش، به عشق وجود تمدنش و اصالتش برهنمش، سکوها رو به تختی شکست بده، سکوها رو فصل کنه، پله پله با قطع خونش حاجی چوپانایی به وجود بیان که بدون اینکه توقع و منت کسی رو به دوشش بکشه توی هر خاکی، توی هر قدرتی قدم بذاره و سکوها رو فصل کنه.